همیشه میگیم هیچ چی نداریم، خدا به ما هیچ چی نداده، فلانی رو نگاه کن همه چیز رو دارن اما من هیچ چی ندارم در زندگی خود. خیلی خواهرها و برادرها وقت شکایت میکنن زبان داره، با زبانش میگه من هیچ چی ندارم، چشم داره مرا میبیند، گوشی داره صدای من را میشنود، قلب داره که خونش را پم میکند، فکر داره، عقل داره، اعضای سالم داره، میگه من هیچ چی ندارم. چیز یعنی چی؟ تو تعبیر از شی یعنی چی؟ یعنی پول و مال و رسیدن به مادیات. ایمان خود را نگاه نمی کند، اسلام خود را نگاه نمی کند، میگه من هیچ چی ندارم. الله رب العزت و الجلال می فرماید و ما بكم من نعمت فمن الله، همه نعمت هایی که دارید از جانب رب العزت و الجلاله، اما توجه نمی کنید. با زبان سالم، با چشم سالم، با گوش سالم، با درون سالم و بیرون سالم میگیم هیچ چی نداریم. دست به حضور رب بالا میکنیم به شکایت کردن، خدایا چیزی ندادی برایم. دست بالا، این دست تنومند در الله داده، زبان گویا را الله برای تو داده، چشم برای تو داده، جهان را نگاه میکنین، کتاب طبیعت، درون تو کارخانه درونی در حال چرخشه، میگه خدایا چیزی برای من ندادی. سبحان الله. و ما بكم من نعمت فمن الله الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. خدا میگه چشم ندادم، دو چشم زیبا، زبان ندادم، لب ندادم، اعضا ندادم، قرآن ندادم برای تو. از همه بالاتر رضیت بالله ربا، عشق خود و محبت خود برای تو ندادم. چه میگی من چیزی ندارم. و ما بكم من نعمت فمن الله، همه چیز رو دادی. دست بالا کن به حضور رب العزت و الجلال، بگو خدایا همه چیز رو دادی. چشم تو دادی ای رب، زبان تو دادی، گوش تو دادی، عقل تو دادی، دست و پا تو دادی، قلب تو دادی، اعضا و جوارح تو دادی. از همه بالاتر خدایا تو خودت را برای من دادی. خدایا تو خودت را برای من دادی، برای دل من دادی. تو خیلی چیزها دادی. این محبت تو برای من خیلی چیزه. اگر انسانهای در جهان با پول خود مینازند، با شرکتهای اقتصادی بزرگ و بین المللی خود مینازند، من با تو مینازم. اگر اونها فخر میکنن که اقتصاد جهانی دستشانه، من فخر میکنم که رب دارم چون تو. من فخر میکنم که میگم لا اله الا الله محمد رسول الله. خدایا من دلم را برای تو دادم، تو باغبانی دل من را بکن. زندگی بدون نگرانی یعنی این که دل رو بدی به رب العزت، بگی خدایا دل من مال توست، تو تصرف کن در دل من، این سرزمین دل من، بذر محبتت را ای رب العزت در درون دل من بکار. دل من مال تو، تصرف کن هر جوری که، هر طوری که میخواهی. اللهم یا مقلب القلوب والابصار. خدایا دل من مال توست، من دلم را به تو دادم، سرزمین دلم را من به کسی دیگری نمیدهم. اجازه نمیدهم که غیر از رب العزت در سرزمین دل من بیاید. خدایا این قلب خانه توست، تو خودت خانه خود را مزین بکن. سرزمین خرابه میدانید کجاست؟ سرزمین خرابه دلی است که خدا در اون نباشد. سبحان الله.
سرزمین خرابه دل است که خدا در او نباشد، سرزمین آباد و مزین دل است که رب العزت در او باشد. دلهای مسلمین سرزمین آبادی است چون خدا را آباد می کند. درخت محبت می کارد، درخت محبت را غرس می کند رب العزت و الجلال.